زنها هنگام دخول چه کارهایی رو بیشتر دوست دارن؟ آقایون هنگام دخول چه کارهایی رو انجام بدن که زنان بیشتر لذت ببرن؟ توی این ویدیو در مورد اقدامات و کارهایی که زنان دوست دارن هنگام دخول پارتنرشون یا شریک جنسیشون براشون انجام بده و بیشتر لذت ببرن صحبت میکنیم و در انتهای ویدیو بهتون میگم که زمان دخول زنان چه پوزیشن هایی رو بیشتر دوست دارن و ازش بیشتر لذت میبرن. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. اولین و مهمترین کار اینه که به هیچ عنوان عجله نکنید. سریع سمت دخول نرید. باور کنید که رابطه جنسی همش به دخول نیست و برای خانم ها بیشتر رابطه جنسی تعریف شده تو اقداماتی که قبل از دخول انجام میدید. پس سعی کنید یه پیشنوازی خیلی خوب برای شریک جنسیتون انجام بدید، جوری که به اوج برانگیختگی و تحریک برسه و خودش ازتون درخواست دخول رو بکنه. بعد از اینکه دخول رو انجام دادید سعی کنید که بی حرکت نباشید و تمام تمرکزتون رو روی حرکت رفت و برگشت حالت نذارید. برای خانم‌ها خیلی مهمه که شریک جنسیشون توی این مرحله هم بتونه اونا رو تحریک بکنه. پس تا میتونید به صورت حرفه‌ای از دستاتون استفاده کنید و نقاط حساس بدن شریک جنسیتون رو در واقع تحریک بکنید، کمک کنید که اون بیشتر لذت ببره و سریعتر به ارگاسم برسه. و یکی از حساس‌ترین نقاط بدن خانم‌ها سینه‌های اوناست که دوست دارن حین دخول در واقع شریک جنسیشون با دستاش اونا رو تحریک بکنه. و بعد از سینه ها میتونید کلیتوریس شریک جنسیتون رو در واقع تحریک بکنید. از اونجایی که میدونید کلیتوریس حساس ترین عضو بدن خانم هاست و در واقع اعصاب زیادی داره و حساسیتش به اندازه کلاهک آلت آقایونه. پس خیلی عضو حساسیه. میتونید حین رابطه جنسی یعنی حین دخول با دستاتون اونو تحریک بکنید. اکثریت خانم‌ها از تحریک کلیتوریسشون لذت میبرن و این باعث میشه که یه قدم به ارگاسم شریک جنسیتون نزدیک‌تر بشید. قبلا توی یه ویدیو کامل در مورد نحوه تحریک کلیتوریس صحبت کردم، لینکش رو انتهای همین ویدیو میذاریم، حتما ببینید. علاوه بر حالا سینه ها و کلیتوریس شریک جنسیتون میتونید باسن، رانها و نقاط دیگه بدنشون رو حین دخول در واقع تحریک بکنید و کمک کنید که اون بیشتر لذت ببره. از اونجایی که خانم‌ها کلا لذت دادن به شریک جنسیشون رو دوست دارن، پس سعی کنید حین رابطه جنسی برای شریک جنسیتون وقت بذارید و بهش لذت بدید. مطمئن باشید اون 2 برابر این لذت رو به شما برمیگردونه. من سوده هستم، ماما و سکس تراپیست. توی این کانال مسائل جنسی رو به صورت کاملا علمی و درست آموزش میدم. پس اگر علاقه‌مند به آموزش مسائل جنسی هستی تا از طریق اون بتونی چالش‌های جنسی تو برطرف کنی، همین الان کانالمون رو سابسکرایب کن، زنگوله‌ش هم فعال کن تا هر زمان ویدیو گذاشتیم ببینید. سعی کنید حین دخول از حرفای جنسی استفاده کنید که کمک کنید شریک جنسیتون تحریکش بیشتر و بیشتر بشه. و همونجوری که آقایون از صدای آه و ناله زنان بیشتر لذت میبرن و بیشتر تحریک میشن، خانوم هم از صدای نفس زدن آقایون لذت میبرن و بیشتر تحریک میشن. پس سعی کنید با تون صداتون یعنی نفس زدناتون حین دخول به شریک جنسیتون این حس رو بدید که دارید از رابطه لذت میبرید. حتی میتونید با حرفای جنسی اونو بیشتر تحریک بکنید و حتی میتونید در حین دخول از اون عملی که دارید انجام میدید صحبت کنید و ازش تعریف کنید که چقدر براتون لذت بخشه و این کمک میکنه که خانم بیشتر تحریک بشه و یه قدم به ارگاسم نزدیک تر بشه. تمام فکر و ذکرتون روی تموم شدن رابطه نباشه، یعنی لذت کل رابطه جنسی رو توی اون انزال و ارگاسمی که تهش اتفاق میفته نبینید. سعی کنید از طول رابطه جنسیتون لذت ببرید و روی کیفیت رابطه جنسیتون تمرکز کنید و ارگاسم شریک جنسیتون براتون اولویتتون باشه. و از اونجایی که برای آقایون خیلی ارگاسم و انزال مهمه، قطعا این موضوع برای خانم ها مهمه و اگر خانم هر دفعه که رابطه جنسی برقرار کنه به ارگاسم نرسه و آقا زودتر از خانم به ارگاسم برسه دیگه نتونه رابطه جنسی رو ادامه بده و خانم به ارگاسم نرسه، این کم کم به مرور باعث میشه که خانم سرد بشه نسبت به رابطه جنسی. پس سعی کنید اول نوع ارگاسم شریک جنسیتون رو بشناسید و اول اونو به ارگاسم برسونید و بعدش روی ارگاسم و انزال خودتون تمرکز کنید. توی رابطه جنسی خجالت و شرم و حیا رو سعی کنید بذارید کنار و هر شگردی که بلدین که کمک میکنه رابطه جنسیتون با کیفیت تر بشه و تنوع بهش بدین رو سعی کنید رو کنید. و خانم ها در واقع تنوع توی رابطه جنسی رو خیلی دوست دارن و اگر رابطه جنسی به صورت یک نواخت باشه بعد از مدتی براشون تکراری میشه و دیگه باهاش خیلی لذت نمیبرن.
پس هر از چندی مکان رابطه رو تغییر بدید، لباستون رو تغییر بدید، پوزیشن هاتون رو تغییر بدید. هر چیزی که فکر میکنید در واقع لذت رابطه رو بیشتر میکنه و تنوع میده به رابطه، حتما امتحانش کنید و توی رابطه‌تون بیارینش. خیلی از آقایون برای تنوع دادن به رابطه جنسیشون میان پوزیشن های مختلف رو امتحان میکنن، اما بعضیاشون نمیدونن که واقعا خانم ها از چه پوزیشن های بیشتر لذت میبرن. اگر تا اینجا از این ویدیو خوشت اومده، همین الان لایکش کن تا بریم ببینیم پوزیشن های محبوب و مورد علاقه خانم ها چه پوزیشن هایی هستند. در کل پوزیشن هایی که اکثریت خانم ها دوست دارن حین دخول امتحانش کنن و ازش لذت میبرن، پوزیشن هایی مثل دختر گاوچران، داگی استایل، میشنری و پرون هستن و اکثریت خانم ها از این پوزیشن ها لذت میبرن. سعی کنید حتما توی رابطه های جنسیتون این پوزیشن ها رو امتحان کنید. به صورت کلی اقداماتی که مربوط به قبل از دخول هستن، یعنی اقدامات مربوط به پیشنوازی، برای خانم ها خیلی اهمیت دارن. پس سعی کنید اول شریک جنسیتون رو تحریک بکنید جوری که واژنش مرطوب بشه و آماده دخول بشه و بعد از اینکه دخول رو انجام دادید حتما کارهایی که گفتم رو انجام بدید و به شریک جنسیتون لذت بدید. خیلی ها شاکیان که چرا همش در مورد لذت بردن خانم ها صحبت میکنید. باید بدونید که لذت بردن خانم ها به دنبالش لذت بردن آقایون رو داره و حتما سعی کنید لذت بردن شریک جنسیتون رو تو اولویتتون قرار بدید. رابطه جنسی هر فرد منحصر به فرده، یعنی ممکنه که شریک جنسی شما از کارهایی که گفتیم، حالا مثلا چند تاشو دوست داشته باشه، چند تاشو خوشش نیاد. پس سعی کنید بعد از رابطه های جنسی که با هم داشتید نظرشو در مورد رابطه جنسیتون بپرسید و بگید که از کجاهای رابطه بیشتر خوشش اومد و بیشتر لذت برد و اینجوری کمک کنید که روز به روز کیفیت رابطه جنسیتون افزایش پیدا کنه. ممنون که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. شما میتونید هر سوالی در مورد مسائل جنسی داشتید توی کامنت ها از من بپرسید، با عشق میخونم و به همشون پاسخ میدم.